دعای 7 هیکل از جمله ادعیه شریفه ای است که هر کس آن را بخواند یا در نزد خود نگاه دارد، خداوند تبارک و تعالی او را از غیبت و بدگویی مردمان نگه دارد و دشمنان او را مغلوب نماید. و در بعضی از کتب زیاد بر این مطلب خواص و حسن نوشتند. خواص دعای 7 هیکل: دعای 7 هیکل یکی از دعاهای قرآنی بسیار مجرب و قوی مخصوص گشایش کار فوری و سریع می باشد. خاصیت دیگر دعای 7 حصار، دفع و ابطال سحر و طلسم است و در واقع این دعا حصار و دیجی محکم است در برابر سحر و طلسم. کسی که دعای 7 حصار را به همراه داشته باشد همچنین به اذن خداوند تبارک و تعالی از هر گونه چشم زخمی در امان خواهد. به نام خداوند بخشنده مهربان پناه میبرم به پروردگار بزرگ و توانا. هنگامی که زن عمران گفت: پروردگار، من نذر کردم فرزندی که در رحم دارم در راه خدمت تو آزاد کنم. نذر مرا قبول کن. تو دعای مرا میشنوی. ما آیین همه پیامبرانی که پیش از تو فرستادیم نیز همین قرار دادیم و این طریقه ما را تغییر پذیر نخواهی یافت. نماز را وقت آفتاب تا اول تاریکی شب به یاد آر و نماز صبح را نیز به جای آنکه به حقیقت مشهود نظر فرشتگان شب و فرشتگان روز است و بعضی از شب بیدار و متهجد باش و نماز شب خاص تو است به جای آور باشد که خدایت به مقام محمود شفاعت مبعوث گردان. و ای رسول ما دائم دعا کن که بار الهی مرا به قدم صدق داخل و به قدم صدق خارج گردان و به من از جانب خود بصیرت با حجت روشنی که دائم یا و مددکار باشد عطا فرما.